بعد اون صحنه حالا خودت هم که دوباره اومدی تو مسیرش یکم آقا دل راستشو بگم من 3 تا بازی خب بازی کردیم 90 دقیقه، حالا به هر حال به عنوان اینکه دفاعی وظیفمون انجام دادیم، بد کار نکردیم. هیچ کسی نگفت که حالا کسایی که تماشاگر بودن، حالا کسایی که فوتبالی بودن میگفتن این سری چیزا رو. اینجا من میدونستم سرعت بزنه خب میتونه به علی برسه و علی هم شاید مثلا حالا بخوره به رونالدو بره تو گل. من گفتم چیکار کنم که به هر حال یه جورایی هم بتونم به چشم بیام، همین که چیز بشه. این صحنه‌ای که داشت رونالدو میرفت من میدونستم که این پشتمه. یه بار اومدم جلوش، بعد دیدم دوباره داره از این ور میره، دوباره خودمو کج کردم به سمتش. میدونستم که اعصابش خرابه چون پنالتی رو زد بیرون. خراب کرده بود. اصلا قیافش هم ببینی همش میخواد بزنه داورو، که به خاطر همین ضربه که زد اگر رونالدو نبود 100%. یعنی واقعا ضربه رو به تو اولش آره به قول خود یه ذره، حالا نمیشه گفت شیطنت، یه ذره مثلا اذیتش کردی، بعد اومد و زد دیگه. یعنی اونجا زرنگی، حالا نمیگم زرنگی، چون قبل بازی به ما گفته بودن که اگر کسی از آرنجش استفاده کرد 100% قرمزه. آخه آرنجش خود تو صورتت یا اینجوری نخورد که بخواد مثلا خطای 100% مثلا قرمز باشه، ولی خب خورد دیگه. یعنی اگه مثلا مرتضی به رونالدو میزد همچین آرنجی رو مطمئنا خودت دادی مرتضی. آخر گفت نه مرتضی نه هر کسی، آخر گفتم